آقای داتوویچ ایشواران به همراه دیگر مؤسسان شرکت در ابتدا توی شرکت آمریکایی به نام گلدن وینگز فعالیت داشتند که بعد از اینکه موفق به ایجاد یک تیم خیلی بزرگ در آسیا مخصوصا کشور فیلیپین شدند، شرکت از پرداخت کمیسیون خودداری کرد و در سال 98 میلادی آقای ایشواران به همراه چند تن از اعضای تیم همانند آقای جوزف بیسمارک و تیجی کینتینار برای محافظت و پشتیبانی از اعضای تیمشون شرکت گولد کوست که معناش جستجوگران طلا میشه رو در هنگ کنگ افتتاح کردند. در ابتدا این شرکت با همکاری شرکت مایرمینت آلمان سکه‌های کلکسیونی طلا و نقره میفروخت که بعدتر با اضافه شدن ساعت و جواهرات و پکیج‌های مسافرتی اسم شرکت به کوستنت و بعدتر برای کوتاه‌تر شدن اسم شرکت تبدیل به کیونت شد. همکنون شرکت کیونت یکی از زیرمجموعه‌های هلدینگ کیوآی هست که این هلدینگ در زمینه‌های مختلفی همچون آموزش و هتلداری و سلامتی فعالیت داره که شرکت کیونت محصولات این مجموعه رو از طریق بازاریابی شبکه‌ای به فروش میرسونه. کیونت در 16 کشور دنیا نمایندگی و آژانس داره که از طریق این نمایندگی‌ها به اقصا نقاط دنیا خدمات رسانی میکنه. همچنین با اسپانسرشیپ های مختلف همانند اسپانسری رسمی تیم منچستر سیتی در لیگ برتر انگلیس قدرت خودش رو به رخ رقیبانش میکشه. در طول این 26 سال افراد زیادی تونستن از طریق این شرکت زندگی خودشون رو متحول کنن.